قاعده سوم، حکم دانستن عقیده توحید را بدانیم. حالا یک کس از شما پرسان میکنه، میگه ما خب مسلمان هستیم، وقتی که ما مسلمان هستیم دیگه چی عقیده را بخوانیم؟ حالا این غلط است دیگه. عقیده که هست با تقلید نمیشه. عقیده باید خود انسان دلیل داشته باشه و خود انسان باید سر از این مسائل چی باشه؟ علم داشته باشه. دانستن عقیده توحید بالای هر مسلمان، زن است یا مرد، جوان است یا پیر، چی است؟ فرض عین است. یکی فرض در عبادات است، یکی فرض در اعتقادات. و فرض در اعتقادات بسیار مهم است. خب دلیلش چی است که شما ایره میگین؟ میگه دلیلش چی است که الله سبحانه و تعالی میگه که فعلم، سکو الله میگه فعلم، پس علم داشته باش. اینجا کلمه علم استعمال کرده. این حال وقتی که نماز میخوانین الله میگه اقیم الصلاه. ما و شما به خاطر نماز 5 وقت نماز میخوانیم. اقیمو امر الله هست، واجب است، فرض است. این حال وقتی که میگه فعلم، اینجا علم داشتنش فرض است. فعلم چه قسم علم داشته باش؟ که انه یقینا که لا اله نیست هیچ کسی مستحق، این کلمه مستحق باید بگوین، نیست هیچ کسی مستحق این که ذاتش عبادت شوه و قانون و شریعتش تطبیق شوه. هیچ کس مستحق نیست الا الله، بغیر از کی؟ بغیر از الله. این بسیار کلمه چیز میگه، ایره بفهم. حالا بسیاری کسا معنای کلمه را نمیفهمه. الله میگه بفهم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم 13 سال در مکه مکرمه کل درسایش 95% عقیده بود. 5% دیگه مسائل بود، 95% عقیده بود. لا اله الا الله در قلب انسان داخل شد. تا وقتی که عقیده انسان جور نشه هیچ چیز جور نمیشه. ما و شما بعضی اوقات کسایی که دعوتگر هستن دعوت درست نمیفهمن، اونا اول از چی شروع میکنن؟ اول از احکام شروع میکنن. و ما در افغانستان اشتباه کلان ما است که اول امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه میگه که چی است؟ فقه دو قسم است، یکی فقه اکبر است، یکی فقه اصغر. فقه اکبر اصول دین است که عقیده هست، و فقه اصغر این کتابای دیگه هست که مربوط به احکام و معاملات یا هست. ما و شما مشکل ما چی است؟ که از فقه اصغر شروع میکنیم. حتی ما در مدرسه وقتی که درس میخواندیم غلطی همی بود که ما را فقه اصغر در زدن، خلاصه، قدوری، کنز، مونیه، ما می احکام میخواندیم. و استاد کمونیست که میامد این سر عقیده کار میکرد. باز بسیار شاگردا رو سهل میکردی که خوب احکام میفهمه، در عقیده رفته کمونیست شده. حالا شما سهل کنین یهود اول که میگه احکام خدا میگه، اول امو عقیده خدا بیان میکنه. نصرانی ها اول عقیده خدا سر تو تحمیل میکنن. سیکولر ها اول تره به عقیده خود چی میکنه؟ قناعت میتن. هر کس میره. تنها اشتباه ما و شما مسلمان ها دا چی است؟ که از اصول دین در سابقی قسم نبود. اول اصول دین برای مردم یاد میدادن. از این خاطر وقتی که یک طفل خرد میبود از همون طفولیت برش عقیده توحید درست میفهماندن. مثلا کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله، اله معرفی میکردن که اله چی رو میگن؟ اله کسی است که دو خصوصیت داشته باشه، ذاتش عبادت میشه و قانونش و احکامش اطاعت میشه. پس هر کسی را که ذاتش عبادت کردی رو الهت گرفتی، و هر کسی را که قانونش تطبیق کردی او رو الهت گرفتی. متوجه هستین؟ دو خصوصیت داره. اله ذاتش عبادت میشه و احکامش قانونش اطاعت میشه. چی معنی قانون؟ اونمو اله کسی است که بر تو بیان میکنه که حلال چیست، حرام چیست، حق چیست، باطل چیست، خوب چیست، بد چیست، جایز چیست، ناجایز است. این احکام الله هست. الله ای را تعیین میکنه و پیغمبر ای را تبلیغ میکنه. از این خاطر اگر پیغمبر هم از دل خود کدام گپ بزنه، فورا الله او را میگه که تو یه حق نداری. مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم
یک روز گفت که عسل نمیخورم. نگفت که عسل حرام است، گفت نمیخورم. چون وقتی که یک پیغمبر یک چیز را نخورد، مردم چی فکر میکنن؟ مردم فکر میکنن که پیغمبر عسل نمیخوره، البته حرام است. فورا آیت قرآن نازل شد و برش گفت که یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك، تو چرا چیز را که الله حلال کرده تو حرام میکنی؟ تو یه حق نداری. و رسول الله صلی الله علیه و سلم دوباره برگشت. متوجه هستین؟ یا ایها النبی، ای پیغمبر، انا احللنا لك ازواجک، این همسران تو را ما برات حلال ساختیم. بعضی اوقات پیغمبر از نگاه از نگاه خواسته ها یا مثلا از نگاه جامعه‌ای که مردم سرش فشار میاره، یک چیز را انجام داده نمیتونست. مثلا در جامعه از اونا چی بوده؟ در جامعه از اونا قانون بود که اگر یک کسی بچه خود، یک پسر را، یک دختر را یا پسر را فرزندی میگرفت با تبنی میگفتن، بچه خواندگی، باز فورا او را چی میشدن؟ دیگه میگفت که اینمی پسر ازی هست. اینمی چی هست؟ پسر ازی هست. این عادت در جاهلیت بود. از این خاطر وقتی چی میامد رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقتی که بی خدیجه رضی الله عنها برش چی داد؟ در عصر جاهلیت برش یک بچه که به نام زید بود، ایره غلامش بود، ایره به رسول الله صلی الله علیه و سلم تحفه داد، گفت پیش شما خدمتگارتان باشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم که سرزی بسیار شفقت و مهربانی میکرد، ایره مردم چی میگفتن؟ مردم میگفتن زید ابن محمد. چی میگفتن؟ میگفتن زید پسر کی است؟ پسر محمد صلی الله علیه و سلم است. آیت قرآن نازل شد، گفت فرزندی حرام است. با بچه خواندگی کسی پسر کس نمیشه، حرمت ثابت نمیشه، خانم ازی بر ازی حرام نمیشه، دختر ازی بر ازی محرم نمیشه، نکاح کردن میتونه. حتی حالت آمد که امی پسر خوانده رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که آیت قرآن نازل شد که ادعوهم لآبائهم، اینا را شما به نام پدرایشان صدا کنین، رسول الله صلی الله علیه و سلم بر مردم گفت که بعد از این زید ابن محمد نگوین، زید ابن کی بگوین؟ نام پدر اصلی از چی بود؟ حارثه بود. گفتن زید ابن حارثه بگوین. رسول الله صلی الله علیه و سلم این حکم سر از اینا تطبیق کرد. حکم دیگه از طرف الله آمد که او سخت‌تر است. او سخت‌تر چی مانا؟ به خاطر از اینکه مردم از ذهنشان ای بود که برو خو یک گپ است حالا گفته شد، حالا چطور خانم از او کس میتونه بگیره؟ الله به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که اینمی زید وقت خانم خود طلاق کرد تو نکاحش کو. او این گپ بسیار چی بود؟ بسیار سخت است در یک جامعه که اونجا چندین قرن امی قسم رواج پیدا کرده. اینجا خب بسیار چیز میشه و رسول الله صلی الله علیه و سلم مکلف است که اوامر الله را بالای خود چی کنه؟ تطبیق بکنه. فهمیدین یعنی؟ و رسول الله صلی الله علیه و سلم امرای یزدی خانم ازی که طلاق کرده بود، صحیح نه؟ به ضد قانون جاهلیت تا که او محو شود، خود پیغمبر گفت که نمی سختی را، از این خاطر مقام نبوت بسیار مقام سخت است که اشد الناس بلاء الانبیاء، زیاد کسایی که امتحان قوی میشن کی هستن؟ انبیا هستن. بعد از انبیا کی است؟ هر کسی که به نبی نزدیک باشه. شما که دعوت نکنین هیچ کس سرتان انتقاد نمیکنه، مجردی که کار پیغمبر شروع کردی باز اونمو سختی هایی که سر پیغمبر آمد سر تو هم فهمیدی یعنی؟ از دشنام شروع میشه، دشنام میتی، توهین میشی، تحقیر میشی، مثلا حتی لط خواد بخوری، حتی مثلا این حالا چیست؟ حتی مثلا دندانای بشکنه، دندانای رسول الله صلی الله علیه و سلم شکست. خود شما سختی های از اونا رو باز انشاءالله سرش بحثیم. پس اینجا الله میگه فعلم، علم داشته باش. این حال کسایی که میگه نیست ما چیزی که پدرای ما کار کرده، اونم چیزی که پدرایم گفته درست است، ما دیگه نیاز ندارم. خب اگر پدرتون دومی بود چی میکردی؟ تا وقتی که اگر عقیده پدری درست است،
و حاجت خواندن نیست و اینمی کفایت میکنه برای نجات انسان، پس دلیل تر اون دو هم در روز قیامت میگه پروردگار پدرم اون دو بود، پدر از این مسلمان بود، یعنی مسلمان شد. نه، از این خاطر است که بسیاری کسایی است که مسلمان میباشن کافر میشن. ما شما هم بله میبینیم در این چیزا بسیار کسا هستن که از اسلام برآمدن کافر شدن و کسای دیگه است که اصلشون دو بوده، نصرانی بوده، یهودی بوده، وقتی که آدم در علم عقیده را حاصل کردن ای چی شدن؟ مسلمان شدن. پس اینجا الله میگه فعلا بدان انه یقینا که لا اله نیست هیچ اله. معنای اله را فهمیدین که چند چی داره؟ چند معنا داره اله؟ خاموش نباشین، گپ بزنین. اله چند معنا داره؟ یعنی دو خصوصیت داره، دو معنا داره. اله کسی است که ذاتش چی میشه؟ ذاتش عبادت میشه و شریعتش اطاعت میشه. خب پس ایناله وقتی گفتی لا اله سعی کنین این قسم حالا به اساس از این چی قسم ترجمه میکنی کلمه را؟ سعی کنین وقتی که به عبادت الله آمدی باید کلمه تا هم مفهوم حقیقیش دقیق درک کنی. حالا چه قسم ترجمه میکنیم؟ لا اله اول میگن نفی کو، لا نیست هیچ کسی مستحقی که چی شوه؟ ذاتش عبادت شوه و شریعت و قانونش تطبیق شوه. نیست هیچ کسی که ذاتش عبادت شوه و شریعتش تطبیق شوه الا الله. بغیر از کی؟ بغیر از الله. این شد بخش اول کلمه. بخش دوم کلمه چی شد؟ بخش دوم کلمه هست محمد رسول الله. چی معنی محمد رسول الله؟ یعنی سوال میشه که ذات الله را چه قسم عبادت کنیم و شریعت الله را چه قسم تطبیق کنیم. پس میگه ذات الله را عبادتش و تطبیق شریعت الله را به طریقی کی کنیم؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. فهمیده یعنی؟ خب یک کسی میگه وقتی یک کافر مسلمان میشه چرا این کافر مسلمان شد شما برش کلمه لا اله الا الله را میگیم بخوان؟ یا یک کافر می پیش شما میگه خب برای من گفتی که مسلمان شدم گفتی لا اله الا الله محمد رسول الله را بخوان، چرا بخوانم؟ شما میگین که به خاطر از اینکه وقتی کلمه را خواندی 3 تعهد کردی. چند تعهد؟ 3 تعهد. کلمه را خواندی چند تعهد شد؟ در کلمه طیبه چند تعهد است؟ 3 تعهد. تعهد اول یا الله بغیر از ذات تو هیچ عبادتی را برای هیچ کس دیگه انجام نمیتونم. یا الله بغیر از ذات تو هیچ عبادتی را به هیچ کس دیگری انجام نمیتونم. این تعهد اول است. پس برای کافر میگی که این تعهد اول کردی، این را باید سرزی. تو سابق مثلا برای بت سجده میکردی، سابق مثلا میرفتی پیش مجسمه یک رئیس جمهور خود کپ میکردی، صحیح نه؟ سابق میتونستی بری پیش یک قبر سجده بکنی. حال بعد از این وقتی که تو مسلمان شدی آنچه که نامش عبادت است را باید برای کی بکنی؟ فقط برای الله بکنی. و این تعهدت در هر رکعت نماز تجدید کنی. این تعهد چی کنی؟ در هر رکعت نماز این تعهد تجدید میکنی و میگی که ایاک نعبد و ایاک نستعین. این هر روز تکرار میشه در هر رکعت نماز باید این تعهدت تجدید کنی. دوم تعهد کردی چی بود؟ یا الله بغیر از شریعت تو هیچ قانون و هیچ اندیشه و هیچ فکر دیگی را من قبول نمی کنم. هیچ. پس به اساس تعهد دوم وقتی کلمه خواندی تو نمیتونی که مارکسیست شوی، قانون مارکس سرت قبول کنی. تو نمیتونی که لنینیست شوی، قانون لنین سرت قبول بکنی. تو نمیتونی سوسیالیست شوی، قانون سوسیالیسم بپذیری. فهمیدی یعنی؟
تو نمیتونی دموکرات شوی، انسان سالاری رو بپذیری. چرا؟ تو گفتی که قانون بر من کی بسازه؟ الله. به این اساس باز تو نمیتونی قانون امریکا رو سر تطبیق بکنی، تو نمیتونی قانون ملل متحد سرت قبول بکنی. چرا؟ کل از اینا تواقیت هستن. هر کسی که قانون ضد شریعت الله میسازه او را قرآن چی گفته؟ طاغوت گفته. در آیت دیگه چی میگه؟ فمن یکفر بالطاغوت، لا اله امیست، لا اله فمن یکفر بالطاغوت الا الله و یؤمن بالله. فهمیدین معنی کلمه را؟ پس تعهد دومی شد. تعهد سوم چی است؟ که یا الله بغیر عبادت ذات تو را و اطاعت، یا الله تعهد میکنم، در اتاقت میری و همین سه تعهد برای الله میکنی. یا الله تعهد اولی کردیم که بغیر از ذات تو هیچ عبادت برای هیچ کسی بغیر از تو انجام نمیتون. این تعهدت است با خواندن کلمه. تعهد دوم است که یا الله بغیر از شریعت تو هیچ قانون دیگه نمیپذیرم، ولو که توتیم کنن، بکشن من، در زندان پرتن، از بین ببرن من، قبول نمیکنم و سر خود و سر زیر دستای خود تطبیق نمیکنم، بلکه سعی تلاش میکنم که این شریعت الله در روی زمین الله تطبیق شود. در زمین الله، نه در منطقیم، در زمین الله باید تطبیق شود. سعی و تلاش میکنم. و تعهد سومی چی است که یا الله عبادت ذات تو را و اطاعت از شریعت تو را بدل خود نمیکنم، به طریقی کی میکنم؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. حال مثلا بسیار طریقه ها برآمده، طریقه های رنگارنگ است. این طریقه مثلا کت دول عبادت میکنه، این طریقه کت سرنه عبادت میکنه، این طریقه کت رقص عبادت میکنه، این طریقه مثلا خود سر آتش راه میره عبادت میکنه، طریقه است. این طریقه خود جان خود لچ میکنه، برهنه میگه من با جان لچی عبادت میکنه. ما تعهد کردیم که این طریقه ها را نمیگیریم، به طریقی که عبادت میکنیم محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعضی کسا میگه والا سه من ایران ماندم، پشت فلانی رفتم، خودش 5 سال بعد خراب برآمد، پشت فلانی رفتم 10 سال بعد بویش برآمد، پشت فلانی رفتم 20 سال بعد مرتد شد. چطور کنم رهبر بگیرم؟ قرآن برش میگه وقتی گفت محمد رسول الله گفتی بس دست رهبر دیگه. 2 تا رهبر میشه. وقتی گفتی محمد رسول الله، الله برات رهبر تعیین کرد. ولکم فی رسول الله اسوة حسنه. اسوتان کی است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. لیس لنا اسوة سوى رسول الله صلی الله علیه و سلم وليس لنا طریق سوى طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما نه اسوه کار داریم نه رهبر کار داریم. رهبر ما و اسوه ما و پیر ما و بزرگ ما کیست؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر کسی طریقی از طریقی که خوبتر پیدا کرد، العیاذ بالله که نیست. صحیح نه؟ اگر کسی از قلب رسول الله صلی قلب خوبش داره، اگر کسی از اخلاق رسول الله کدام اخلاق خوبش داره، اگر کسی صفای قلبی، پاکی درونی، تزکیه از رسول الله کدام بیشتر داره که ما بر اسوه خود بگیریم. چی کمبود داره رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ الله تربیش کرد و بر ما معرفیش. ولکم فی رسول الله اسوة حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. الله را میخوایی؟ طریق رسول الله. از این خاطر برادرای محترم، محبت الله بدون طریق رسول الله حاصل نمیشه. ما میخوایم، یا کسی براتون میگه ما میخوایم که
ثابت کنم که من یا الله تو را دوست دارم و ما میخوایم که الله مرا دوست داشته باشه. چی کنم؟ الله میگه متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم. قل ای رسول الله صلی الله علیه و سلم بگو بر امتت ان کنتم تحبون الله، اگر شما الله را دوست دارین، فاتبعونی. چی معنی فاتبعونی؟ از من چی کنین؟ متابعت کنین. متابعت رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قسم میشه؟ متابعت رسول الله صلی الله علیه و سلم قسم میشه که یک کتابچه داشته باشی، بیایی پیش از یه عالم بشینی و برش بگویی که تو عالم هستی، دمی صحیح البخاری، دمی صحیح مسلم، دمی ابو داود، دمی نسائی، تقسیم اوقات رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قسم بیان شده؟ من از خواب میخیزم چه قسم بخیزم؟ نشته که تقسیم اوقات رسول الله صلی الله علیه و سلم قسم بود که از خواب وقت بیدار میشد، اول چشمای خود کت انگشتای خود پاک میکرد، الحمد لله الذي احیانا، دمی لحظه الحمد لله الذي احیانا بعدما اماتنا و الیه النشور، الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي واذن لي بذكره. این رسول الله صلی الله علیه و سلم چی کرده؟ انجام داده. بعد از او چی کرده رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ بعد از او خیسته بستر خودش جمع کرده. تا بالا چند مرتبه سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم تقسیم اوقات سر تطبیق کردی که مردم بگه این است واقعا این پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم مسواک کرده قبل از رفتن به تشناب، ثابت است. این حال باید این میره متابعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، حتی از طهارت تا خلافت باید کلش تقسیم اوقاتش پیشت باشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم 13 سال در مکه مکرمه درس چی داد؟ لا اله الا الله. وقتی که لا اله الا الله در قلب جای گرفت، همین مجسمه ها چی هستن؟ همین قوانین چی هستن؟ همین حکومت ها چی هستن؟ یا اصل نیستن، اصل مشکل در قلب است. رسول الله صلی الله علیه و سلم او 360 دانه بود کنجا ماندگی بود و را غرض نگرفت. چرا فهمید که این مجسمه ها کسی فوتوکاپی است؟ اصلش در کجاست؟ در قلب است. اصلش در کجاست؟ در قلب است. اگر تو این مجسمه ها را بری بشکنانی، چی است نه؟ مجسمه های چوبی و سنگیره، میره مجسمه آینی برای ضدت جور میکنه. اگر آینی رو شکستانی میره برای ضدت از نقره جور میکنه. از نقره رو شکستانی از طلا برات جور میکنه. اگر در قلب شکستاندیش باز تو غرضش نگی، خودش چی میکنه؟ خودش رو میشه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم امیره کرد وقتی که صحابه را معنای لا اله الا الله را فهمان، بعد از دیگه در خانه هر کدامشان 6 تا 7 تا مجسمه بود. بت پرستا در تندور خانه خودم یک دانه بت مانده بود. باز تندور که میکرد باز کتم کمک و کمی نان نسوزه. در سر بام خودم مانده بود، در دالیز خودم مانده اونجا. وقتی که لا اله الا الله در قلبش داخل شد، رسول الله صلی الله علیه و نگفتش که برو بتا بشکنن. چی شد؟ رفت خودش بتای خود چی کرد؟ از بین بود. چرا در اطراف کعبه 360 بت بود؟ فکرتان باشه 360 بت چرا در اطراف کعبه بود؟ به خاطر از 360 بت شده بود. یک دانه بت بس نبود. یک دانه بت بس است. لکن در اطراف کعبه 360 بت ماندن. باید آدم سوال بکنه چرا 360؟ 360 بت به خاطر ازی بود که وقتی در اطراف کعبه عمرو بن لحی یک دانه بت ماند،
مردم ها گفت که پیش از این بت بیاین بر ازی سجده کنین، بر ازی پرستش بکنین. و در حبشه یک دانه قبر بود، قبر یک پیغمبر رو جور کرده بودن یا قبر یک ولی رو جور کرده بودن. باز مردم که هستن از قریای خود، از منطقه خود چی می آوردن؟ یک کسی یک برج تلخان می آورد، یک کسی دیگه صاحب یک دانه گوسفند می آورد، یک کسی دیگه کشمش می آورد، یک نفر به ممیز را آورد، یک نفر به ورته ستوان را آورد، یک نفر به ورته اوزه را آورد. این مردکه پیسه دار شد. فهمید یعنی؟ وقتی که پیسه دار شد این مردم دیگه گفت اوه این میلیونر شد، ما چی بدی کردیم؟ و هم رفت یک دانه بت دیگه آورد پالیش من یک 3 برجی بر عزیز مردم میابد خود زیر پای از این. و دیگه گفت اوه مزوردار هستم. ابوجهل گفت من 10 تا بت میارم. این را آوردن. بالاخره بتا تعدادش چند تا شد؟ 360 بت شد. 360 بت به اصطلاح امروزی ما و شما 360 بلند منزل شد. عایدات داره. بلند منزل عایدات داره نداره؟ هر بت چی داره؟ عایدات داره. در حبشه بت نبود، قبر بود. هر قبر یک بلند منزل بود. خانواده از این کسایی که قبر از این می بود یا کلشان چی دارن؟ هیچ کارمار نه، خرفش خو و از بتایش برش مردم آورده میره زیر بتش میمانه و در حبشه زیر چیزش قبر مانده میره. و پیش از یه صندوقه که از کلی صندوق ماندگیست میری دیگر صاحب دلار است، مثلا افغانی است، یورو است، پولای مختلف است، دینار است، درهم است، پیسه است، توت است، تلخان است، گوسفند است، بز است، شتر است. صحیح نه؟ پس ایناله وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله برشان گفت که قولوا لا اله الا الله، ابو لهب ابو جهل گفت که خبرداری چی گپ است؟ گفت چی گپ است؟ گفت والا گپ بسیار خطرناک است. گفت پیغمبر آمده 360 بلند منزل ما را چپه میکنه. اگر کامیاب شد ای بوتا از بین میره، باز ما مجبور هستیم چی کنیم؟ کار کنیم، بیل بگیریم، داست بگیریم، بریم سر زمین ها کار کنیم. باز خود میگه خود لا اله الا الله، به الله عبادت میکنیم. وقتی که این گپ شنید چطورش کنیم؟ مسئله جیب است. فکرتان باشه کسایی که سر دین تجارت میکنه و لا اله الا الله را قبول نمیکنه. فهمید یعنی؟ آمدن گفتن او مردم صابی برآمده، صابی حال وابی میگه او وقت چی میگن؟ صابی. حال صاد شه با واو تبدیل کردن، حال میگه وابیست. او وقت میگفتن صابیست یک طایفه برآمده به نام صابی. چی مانا؟ دین پدرها را ترک کردن و میخواین که آثار تاریخی ما را از بین ببرن، آثار تاریخی نیاکان ما را از بین ببرن، تمدن ما را از بین ببرن. لا اله. و به این خاطر صاحب خیستن و در مقابل رسول الله صلی الله علیه و سلم چی شدن؟ ایستاده قیام کردن. پس انسان مسلمان باید اینمی 3 تعهد خود با الله حفظ بکنه.